خداوند درباره اولیای واقعیش چه گفته؟ من آذی ولیم، حدیث قدسیه، من آذی ولیم فقط آذنته بالحرب. کسی که اذیت دوست من بکنه، ولی من بکنه، اعلام جنگ کرده با من. سبحان الله. وقتی به این درجه نائل میشید، به درجه ولایت خدا و دوستی خدا نائل میشید، خدا اعلام میکنه هر کسی اذیت و آزاری به دوست من برسانه، نگاه بدی بهش بکنه، اعلام جنگ با من کرده، طرفت اللهه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خداوند میگه که وجبت محبتی للمتحابین فیه والمتجالسین فیه والمتزاورین فیه والمتبادلین فیه. در یه روایت دیگه المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور، کسانی که در دنیا به خاطر محبت من با هم دیگه محبت داشتن و دوست شدن و همدیگر رو دوست داشتن، روز قیامت من اونها رو بر منبرهای از نور قرار میدم. در بهشت منبرهای نورانی هست، فقط مخصوص کسانی است که فقط به خاطر خدا همدیگر رو دوست دارن، معروفن اون بالا رو منبرهای نورانی. و خداوند میگه محبت من واجب شد بر 4 نفر، کسانی که با همدیگه به خاطر من دوست میشن، به خاطر همدیگه با همدیگه هم مجلس میشن، متجالسین، به خاطر من با همدیگه می نشینن، والمتزاورین، به خاطر من به زیارت هم میرن، نه به خاطر مسائل دنیوی. پیامبر میفرمایند صلی الله علیه و سلم اگر برادری رو به خاطر خدا تو روستای دیگه، تو شهر دیگه، فقط به خاطر خدا رفت به زیارتش، ورودی اون شهر و روستا خداوند یک ملائکه رو قرار میده که وقتی وارد بشه ازش سوال میکنه به خاطر چی میخوایی برید؟ اینجا برادری دارم، هیچ منفعتی ندارید، فقط به خاطر دوستی خدا. اون فرشته بهش بشارت میده که کسی که تو به خاطرش به زیارت برادرت آمدید اعلام کرده که تو رو دوست داره. والمتبادلین فیه، کسانی که به خاطر من بذل و بخشش میکنن، انگیزشون نه شهرته، نه ریاکاریه، نه فلانه، بذل و بخششون فقط به خاطر خداست. تزودوا فان خیر الزاد التقوا، توشه بگیرید، بهترین توشه تقواست. روزی حضرت علی رضی الله عنه نشسته بود، یک آهی کشید تو جمع دوستانش، تعجب کردن، علی کسی نبوده که به خاطر دنیا آه بکشه. یکی سوال کرد آه تو چی بود؟ گفت این آه من آخرت یادم آمد و سفر آخرت، این سفر طولانی که 50 تا منزله. اولین منزل آخرت قبر برزخه، بعد از برزخ 50 تا منزل دیگه هست باید برید. خدا میدونه تو هر منزلی چند هزار چالچه میمونید. آه از طول سفر و کمی زاد و توشه و تنهایی و غربت در این سفر خودش تنهاست. علما میگن قبر 4 تا پیام فرستاده برای زندگان روی زمین. انا بیت الدود، انا بیت الظلمه، انا بیت الوحشه، انا بیت الغربه. من خانه مار و کرم و عقربم، مورم. من خانه ظلمت و تاریکی ام، برای تاریکی من چه چراغی آماده کردید؟ من خانه غربتم، هر کسی تو من آمد غریب میشه، کسی سوالش نمیگیره. برای غربت من چه انیسی که باش انس بگیرید اونجا، از غربت و تنهایی در بیایید. انا بیت الوحده، وحشه، ببخشید، من خانه وحشتم، برای وحشت من چه امنیتی رو آماده کردید؟ واقعیت اینه. علما میگن سرمایه‌دار هنگام مرگ شناخته میشه، نه هر کسی بلدینگاش به اوج رسیده، یا هر کسی نان شب نداره اون مفلس بدبخت ما فکر میکنیم فقیره.
علما میگن انسان سرمایه‌دار از نگاه خدا و رسول خدا وقت مردن شناخته میشه. اگر شهادتین به زبانش آمد وقتی که جانش میخواست تقسیم بکنه، روحش به حلقومش رسیده بود، اگر رو به قبله نشست، وضو گرفت، مسواک زد، لباس پاک پوشید، وضو گرفت و زن و بچه‌شو طلبید منو حلال بکنید، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، جانو تسلیم کرد. اون سرمایه دار اگه نان شبم نداشته باشه. ولی اون تاجری که میخواد بمیره 4 نفر داره گوشش میگن بگو لا اله الا الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر کسی آخرین کلامش در دنیا لا اله الا الله باشه دخل الجنه. سنت اگر کنار کسی که روحش بالا میاد نشستید در حال نزع روحه، این که آرام در گوشش بگید، بهش نگو بگو لا اله الا الله، خودت زمزمه بکن تا بشنوه، تا تکرار بکنه، شاید دستگیری داشته باشه. اما بالای سر تاجر می نشینن بگو لا اله الا الله، کلید گاف صندوق، سیویج ماشینام، کلید انبارام، این همه درست کرده، همه میاد تو ذهنش. اگر امکاناتی که ما را از آخرت دور بکنه عقب بندازه، همچی پست و مقامی نمیخوایم، همچی مالی نمیخوایم، همچی و نمیخوایم. علما میگن که اگر خدا یک بار دیگه به هر انسانی که مرده اجازه بده که زمین شکافته بشه، بگه 5 دقیقه سرت بیا بالا یک نصیحت برای زندگان بکن. هر مرده‌ای که تو قبرستان دفن شده، اگر خداوند به یک مرده اجازه بده، نه که 5 دقیقه، 10 ثانیه قبر باز بشه، روح بهش بر بگرده، بیا بالا سرت، یه جمله نصیحت بکن برای زندگان که هنوز نمردن. علما میگن اون جملهش اینه: تزودوا فان خیر الزاد التقوی. توشه بگیرید، بهترین توشه تقواست. اگه اشتباه نکنم جنید بغدادی بود، اون عارف بزرگ، به خواب یکی از شاگرداش میاد، میگه جناب شیخ اونجا چطوره؟ حالت چطوره؟ بعد به شاگردش اگه اشتباه نکنم میگه که هیچ چیزی به دردمون نخورد، نه این که مردم ما را میبوسیدن، پیشانی ما رو میستن، خم میشدن، دست ما را میبوسیدن، نه شهرتمون، هیچی به دردمون نخورد، مگر همون 2 رکعتی که تو در دل تاریکی شب میخوندیم و سجده میکردیم، میگفتیم سبحان ربی الاعلی، دور از چشم مردم. اینا هیچ کدوم به درد آدم نمیخوره. این همه عکس گرفتن و خم شدن و دست بوسیدن و پیشونی بوسیدن و تعریف و تمجید و عمر رضی الله عنه میفرمایند اگر روز قیامت صدا بزنن همه بهشتی ان، یک نفر به بهشت نمیره. عمر فکر میکنه اون یکی عمره. از خودشون راضی نبودن. و ابوبکر رضی الله عنه میفرمایند اگر روز قیامت یک پام تو بهشت باشه، پای دومم خارج از بهشت، ما امین تو مکر الله، بازم در امان نیستم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند هیچ کس به عملش وارد بهشت نمیشه مگر اینکه رحمت خدا شامل حالش بشه. گفتن حتی انت یا رسول الله، حتی تو؟ گفت حتی انا، مگر اینکه رحمت خدا شامل حال من بشه. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.